یه نکته خفن میخوام بهت بگم در مورد ارتباط گفتاری و فن بیان کودکان. پدر مادرها بیشتر دل بدن به این ویدیو. خواهر من، برادر من، وقتی بچه‌تو تنبیه یا تشویق میکنی حتما دلیل تنبیه یا تشویق تو بهش بگو تا نسبت به اون کار حس خوب پیدا کنه یا حس بد پیدا کنه، نه فقط به تشویق شما. بریم یه مثال بزنیم. مثلا بچه تو کارهای خونه به مامانش کمک میکنه، بابا رد میشه میگه آفرین دخترم یا آفرین پسرم. خب تو که آفرین رو گفتی، دلیل آفرین گرفتنش هم بهش بگو. مثلا بگو آفرین بابا جون که به مادرت کمک میکنی. یا برعکس، بچه تو خونه کار بدی میکنه، مامانه میگه دیگه از پارک خبری نیست، در حالی که اینطوری بگه بهتره، به خاطر این کار بدت دیگه از پارک خبری نیست. این کار یکی از فوایدش اینه که باعث میشه بچه‌تون منطقی و استدلالی بار بیاد. کلی تکنیک و ترفند فن بیان از دست میدی اگه کانال ما رو سابسکرایب نکنی. تو کامنت هم نظر تو بهم بگو تا ازت انرژی بگیرم.